بچه اومدم سمت حرکت زیر بغله خیلی خفنه چاچان بهتون بگم که زیر بغلاتون مثل داشت بهنام چاچانا خوشگل بشه. زیر بغلایه خفن میخوای بیا اسلایدهای بعدی. خیلی مخلصی. حرکت اولی که من انتخاب کردم برای زیر بغل بارفیکس کمکیه. بارفیکس کمکی حرکت مادر زیر بغل، جزئی از اون حرکتایی که توی دسته A قرار میگیره. از این به بعد قراره که من حرکات رو دسته بندی کنم A B C D E طبق اون چیزی که یاد گرفتم براتون توضیح بدم. این حرکت بارفیکس جزئی از حرکاتایی که تو دسته A قرار میگیره که کل بدنتون رو درگیر میکنه. بچه‌ها یه نکته هایی که وسط تمرین دارم بهتون میگم، هم خیلی بهش گوش کنید. بنده لیفت توی زیر بغل خیلی مهمه، خیلی به کار میاد. شما اول کار چون حرکتتون عضلاتتون سرده با کمک شروع کنید طبق وزنی که دارید. ببینید میایید با بالا میایید پایین، اولش راحته که دارید میزنید، دستگاه داره بهتون کمک میکنه و شما رو هول میده میای بالا. آروم آروم عضلاتتون گرم میشه. من این 3 تا 4 ست زدم ولی برای اینکه به شما یاد بدم دارم تکرارش میکنم. این 3 تا آخره اونا شما این کمک ها دیگه باید بردارید در حد توانتون. 2 تا 3 تا 4 تا بستگی به توانی که داره و عضله‌ای که دارید باید اونو بزنید. ولی حرکت آخر 3 تا 4 باید وزن خودتون باشه. 1 2 8. بچه ها نگران نباشید اگه تعداد کمی زدید. توی ست 4 حرکت عضله ناتوانه. شما همون 4 تایی که میزنید اون کاری که اون پپتاید IFG وانی که توی عضله میخوان ترشح کنیم اون کارو کردیم. میریم برای اسلاید بعدی. بچه ها حرکت دوم دست برعکس لتو انتخاب کردم به خاطر اینکه فیله های کمرتون و زیر بغلای بزرگتون رو درگیر میکنه و باعث پهن شدن و خوشگل شدن و چاچان شدن عضلاتون میکنه. بزن پسر. حالا خودم واسهتون میزنم ببینید چی کار میکنم. بچه ها ببینید تا باید بیاین بالا میاین پایین روی سینه، سرتون ببینید بیاید بالا که قشنگ کش بیاد این عضله. بچه ها علم بدنسازی الان